بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. قد افلح المؤمنون. در حقیقت نجات یافتند مؤمنان. الذين هم في صلاتهم خاشعون. آنان که در نمازشان ترس و امید میکنند. والذين هم عن اللغو معرضون. و آنان که از بیهوده روی میگردانند. والذين هم للزكاة فاعلون. و آنان که زکات را میدهند. والذين هم لفروجهم حافظون. و آنان که شرمگاه خود را نگاه می‌دارند. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. غیر همسران یا کنیزان خود که در نزدیکی با آنان مورد ملامت قرار نمیگیرند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. و کسانی که غیر از این دو بیجویند از حد خود تجاوز کرده اند. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و آنان که امانتها و پیمانهای خود را رعایت میکنند. والذين هم على صلواتهم يحافظون. و آنان که بر نمازهای خود دوام دهنده اند. اولئك هم الوارثون. اینها میراثبران هستند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. که فردوس را که همیشه در آن جاویدانند به میراث میبرند. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. البته ما انسان را از گل خالص آفریدیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سپس او را نطفه در جایگاه استوار قرار دادیم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آنگاه از آن نطفه لخت خون آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشت و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم. باری دیگر او را آفرینش دیگر دادیم. سزاوار تعظیم است الله آن بهترین آفرینندگان. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. و بعد از این همه شما خواهید مرد. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. باز در روز قیامت زنده می گردید.
ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلین و بر بالای سرتان 7 آسمان بیافریدیم حال آن که از این آفرینش غافل نبودیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و از آسمان به مقدار احتیاج آب فرستادیم و آن را در زمین جای دادیم و ما بر نابود کردنش توانا هستیم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. با آن آب برایتان بستانهای از خرما و انگور پیدا کردیم. شما را در آن بارها میوه‌های بسیار است که از آنها میخورید. و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین. و درخت است که در طور سینا می روید، روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان نانخوریش است. و این لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. شما را در چارپایان عبرت است. از شیری که در شکمشان هست به شما می پوشانیم و از آنها فایده های بسیار می برید و از آنها می خورید. وعليها وعلى الفلك تحملون. و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قسم که نوح را بر قومش فرستادم. گفت ای قوم من، الله یکتا را بپرستید. شما را الله غیر او نیست، آیا نمی ترسید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بزرگان قومش که کافر بودند گفتند این مرد انسان است مانند شما، میخواهد از شما بالاتر شود. اگر الله میخواست فرشتگانی را میفرستاد. ما هرگز چنین چیزی در روزگار نیاگانمان نشنیده ایم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. او مرد دیوانه بیش نیست. یک چند مدت بر او صبر کنید تا مرگش فرا رسد. قال رب انصرني بما كذبون. گفت ای پروردگار من، اکنون که مرا دروغ میبرارند
یاریم کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. با او وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و با الهام ما بساز و چون فرمان ما در رسید و آب از تنور بیرون زد از هر جنس دوتا و نیز کسان خود را به آن ببر غیر آن کس که پیش از این درباره او سخن رفته است و درباره ستمکاران با من سخن مگوی که آنها همه غرق شدگانند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. چون خود و همراهانت به کشتی نشستید بگو شکر الله را که ما را از مردم ظالم نجات بخشید. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. و بگو ای پروردگار من مرا فرود آور در جایگاه مبارک که تو بهترین فرارندگانی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. در این داستان عبرت ها و پند هاست و ما تنها آزمایندگان بودیم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. و بعد از آنها مردم دیگر بیافریدیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون. و از خودشان به میانشان پیامبر فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید شما را خدای جز او نیست آیا نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. گروه از بزرگان قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را دروغ می شماریدند و در این دنیاشان عیش و نعمت داده بودیم گفتند این مرد انسان است مانند شما از آنچه می خورد می خورد و از آنچه می آشامد می آشامد. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. و اگر به انسان مانند خود اطاعت کنید زیان کرده اید.
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید شما را از گور بیرون می آورند؟ هیهات هیهات لما توعدون. این وعده که به شما داده شده دور است، دور. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جز همین زندگانی دنیاوی ما هیچ نیست. به دنیا می آییم و می میریم و دیگر بار زنده نمی شویم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. این مرد است که به خدای یکتا دروغ می بافد و ما به او ایمان نمی آوریم. قال رب انصرني بما كذبون. گفت ای پروردگار من، اکنون که مرا دروغگو می برارند یاریم کن. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. گفت به همین زودی از کرده پشیمان می شوند. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. پس به حق صدای سخت آنان را فرو گرفت، مانند گیاه خشکشان کردیم. ای نصیب مردم ستمکاره، دوری از رحمت الله باد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. و بعد از آنها مردم دیگر بیافریدیم. ما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون. هیچ ملت از اجل خود نه پیش می افتد و نه دیرتر می کند. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. سپس پای در پای پیامبران خود را فرستادیم. هر بار که پیامبر بر ملت آمد دروغ برآوردند و ما نیز آنها را از پس یکدیگر به هلاکت رسانیدیم و آنان را داستانها کردیم. ای نصیب مردمی که ایمان نمی آورند، دوری از رحمت الله باد. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. آنگاه موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیل‌های روشن فرستادیم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. نزد فرعون و بزرگان قومش پس گردن کشی کردند که مردم برتری جای بودند. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. و گفتند آیا به دو انسان که مانند ما هستند و قومشان بندگان ما بودند ایمان بیاوریم؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين.
آنها را دروغ برآوردند و خود را به هلاکت افکندند. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. البته ما به موسی کتاب دادیم باشد که هدایت یابند. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. و پسر مریم و مادرش را معجزه ساختیم و آن دو را بر بلند جایی که قرارگاه و آب روان داشت جای دادیم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیامبران، از چیزهای پاکیزه و خوش بخورید و کارهای شایسته کنید که من به کارهایی که میکنید آگاهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. البته این دین شما دین است یگانه و من پروردگار شمایم، از من بترسید. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. پس دین خود را فرقه فرقه کردند و هر فرقه به روشی که انتخاب کرده بود دلخوش بود. فذرهم في غمرتهم حتى حين. آنان را تا چند در گمراهیشان بگذار. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. آیا میپندارند که آن مال و فرزند که به آنها دادیم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. برای آن است که میکوشیم خیر به آنها برسانیم، نه آنان در نمیابند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. آنهایی که از خوف پروردگارشان لرزانند. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. و آنهایی که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند. والذين هم بربهم لا يشركون. و آنهایی که به پروردگارشان شرک نمی آورند. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. و آنهایی که همه آنچه را باید ادا کنند ادا می کنند و باز هم دلهایشان ترسان است که باید نزد پروردگارشان باز گردند. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اینها هستند که به کارهای نیک می شتابند و در آن بر یکدیگر پیشی می جویند. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بر هیچ کس بجز مقدار توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتاب است که به حق سخن می گوید و بر آنها ستم نمی رود.
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نه، دلهایشان از این سخن در پرده غفلت است و آنها را کارهایی است جز این کارها که می کنند. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. تا آنگاه که ثروتمندانشان را به عذاب گرفتار کنیم و ناله سر دهند. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. امروز ناله سر می دهید که شما را از عذاب ما کس نجات ندهد. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. آیات من برایتان خوانده می شد و شما نمی پذیرفتید و پس می رفتید. مستكبرين به سامرا تهجرون. بر آن تکبر می کردید و هنگام شب در افسان سرایی ناسزا می گفتید. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. آیا در این سخن نمی اندیشیدند یا برای آنها چیز نازل شده که برای نیاگانشان نازل نشده بود؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا آن که پیامبرانشان را نشناختند که انکارش میکنند؟ ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا میگویند که دیوانه است؟ نه، پیامبرشان به دین حق بر آنها فرستاده شد ولی بیشترشان از حق بدبینی دارند. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اگر حق از پی هوس‌هایشان می رفت، آسمان ها و زمین و هر کی در آنهاست هلاک می شد، ولی ما پندشان فرستادیم و آنها از پندشان روی گردان شدند. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا تو از آنها مزد می طلبی؟ مزد پروردگارت بهتر است که او بهترین روزی دهندگان است. و انك لتدعوهم الى صراط مستقیم. البته تو به راه راستشان دعوت میکنی. و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. و کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه راست کجروند. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اگر بر آنها رحمت می آوریم و آزار را که به آن گرفتارند از آنها دور می ساختیم، باز هم همچنان با سرسختی
در تجاوز خود سرگشته می ماندند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. با عذاب گرفتارشان کردیم، نه سر خم کردند و نه التجا. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تا آنگاه که دریا از عذاب سخت برایشان گشادیم، چنان که از همه جا ناامید گشتند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. و اوست آن الله که برایتان گوش و چشم و دل بیافرید، چی اندک شکر میگذارید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اوست آن الله که شما را در روی زمین خلق کرد و همه نزد او جمع آورده می شود. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و اوست آن الله که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از اوست، چرا عقل نمی کنید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. نه، آنها نیز همان سخنان گفتند که پیشینیان می گفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا اگر ما بمیریم و خاک و استخوان شویم باز هم زنده می شویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. با ما و پدرانمان نیز پیش از این چنین وعده های داده شده بود. اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. بگو اگر می دانید این زمین و هر کی در آن است از آن کیست؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون. خواهند گفت از آن خدا. بگو آیا پند نمی گیرید؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. بگو کیست پروردگاری 7 آسمان و پروردگاری عرش بزرگ؟ سيقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت خدا. بگو آیا نمی ترسید؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بگو اگر می دانید پادشاهی همه چیزها به دست کیست؟ کیست آن که به همه کس پناه می دهد و کسی را از او پناه نیست؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت خدا. بگو پس چرا فریب می خورید؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. نه،
ما بر آنها سخن راست فرستادیم و آنها دروغ میگویند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیچ فرزندی ندارد و هیچ خدای با او نیست. اگر چنین می بود هر خدای با آفریدگان خود به یک سو می کشید و بر یک دیگر بالاتر شوی را می جستند. خدا از این گونه که او را وصف می کنند پاک است. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. دانای پنهان و آشکارا از هر چی شریک او می سازند بالاتر است. قل رب إما ترینی ما یوعدون. بگو ای پروردگار من، کاش چیزی را که به آنان وعده داده شده بود به من نشان می دادی. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پس ای پروردگار من، مرا در زمره ستمکاران قرار مده. و اینا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. و ما اگر بخواهیم که آنچه را به آنان وعده دادیم تو را نشان دهیم می توانیم. ادفع بالتي هي احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون. سخنی بد آنها را بر هر چی نیکوتر می آید جواب ده. ما به سخن آنها آگاه تر هستیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. بگو ای پروردگار من، از وسوسه های شیطان به تو پناه می آورم. و اعوذ بك رب ان یحضرون. و به تو پناه می آورم ای پروردگار من اگر نزد من حاضر آیند. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. چون یکی اشان را مرگ فرا رسد گویند ای پروردگار من مرا باز گردان، یعنی به حیات. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شاید کارهای شایسته را که ترک کرده بودم بجای آورم. هرگز این سخن است که او میگوید و پشت سرشان تا روز قیامت مانع است که بازگشت نتوانند. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. چون در صور دمیده شود هیچ خویشاوند میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. آنان که ترازویشان سنگین باشد خود نجات یافتگانند. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. و آنان که ترازویشان سبک باشد به خود زیان رسانندگانند و در جهنم جاوید مانندگانند. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. آتش چهره هایشان را می سوزاند و در دوزخ ترش رویانند. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. آیا آیت‌های من برایتان خوانده نمی‌شد و آنها را دروغ می‌حسابیدید؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. گویند ای پروردگار ما، شوربختیمان بر ما غلبه کرد و ما مردم گمراه بودیم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگار ما را از این آتش بیرون آور، اگر دیگر بار چنین کردیم از ظالمان باشیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگوید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آره، گروهی از بندگان من می گفتند ای پروردگار ما ایمان آوردیم، ما را ببخشای و بر ما رحمت آور که تو بهترین رحم آورندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. و شما مسخرشان می کردید تا یاد مرا از خاطرتان ربودند و شما همچنان به آنها می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. امروز آنها را به خاطر صبری که می کردند مزد می دهم، آنها به مراد خود رسیدند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. گویند به شمار سالها چی مدت در زمین زیستید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گویند یک روز یا قیامت از آن یک روز از آنها که می شمردند بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. گوید اگر آگاهی داشتید می دانستید که جز اندک نزیستید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا پین دارید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به نزد ما بازگردانیده نمی شوید؟
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. پس پاک است الله یکتا، آن فرمان روای راستین، هیچ خدای جز آن نیست، پروردگاری عرش بزرگوار است. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آن کس که به جای الله یکتا خدای دیگری را میخواند و به حقانیتش هیچ برهان ندارد، این است که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود و کافران نجات نمیابند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و بگو ای پروردگار من، ببخشا و رحمت کن و تو بهترین رحمت کنندگان هستی. پایان سوره مومنون.